салом шунавандагони азиз, рӯзро бароятон бахайр мегӯем. пахши мустақими барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба президенти ҷумҳурии қазоқистон қосимжомарт тоқаев ба муносибати мотами миллии қурбониёни коронавирус дар ин кишвар барқияи тасалият ирсол намуд. дар иртибот ба эълон кардани рӯзи миллии ёдбуди қурбониёни пандемияи COVID-19 дар қазоқистон бо таманниёти шифои ҳарчи зудтари комил ба ҳамаи гирифторони ин беморӣ ҳамдардии амиқи худро ба мардуми бародари қазоқистон иброз медорам. اطمینان دارم که تدبیرهای جدی از جانب حکومت جمهوری قزاقستان جهت گرفتن پیش روی خطر سرایت ویروس اندیشیده شونده به قریب نتیجه‌های مطلوب به بار خواهند آورد. یادآور می‌شویم که 13 ایول به خاطر شهروندانی که قربانی پاندمی از کرونا ویروس گردیدند ساعت 12 به وقت نورسلطان در سراسر قزاقستان 1 دقیقه خاموشی اعلام کرده شد. امروز 13 ایول گفتگوی تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین صورت گرفت. از ضمن صحبت پرزیدنت‌های هر دو کشور یک قطار مسائل جوری مناسبت‌های شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه را بررسی کردند. بعضی مسائل مبرم منطقوی و بین‌المللی نیز در صحبت راهبران بررسی گردید. قید کرده می شود که راهبران کشورها از وضع سرایت کرونا ویروس که در مقیاس جهان شدید باقی مانده است اظهار نگرانی کردند و درباره چاره‌های در هر دو کشور اندیشیده شده جهت کاهش خطر پاندمی اندیشه‌رانی نمودند. در این زمینه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اهمیت گسترش همکاری‌های میان دو کشور را در ساحه تندرستی قید کرده است. اینچنین روند خوبی همکاری‌های بین دولت‌های تاجیکستان و روسیه نیز در سمت‌های دیگر همکاری از جمله مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی، روابط فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی به بررسی گرفته شده است. همزمان توجه پرزیدنت‌ها به ادامه دادن همکاری‌های سودمند دو کشور در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی تمرکز کرده شد. گفته می‌شود در خبر. خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. جمهوری تاجیکستان تولید و واردات محصولات خوراکواری را افزایش داده است. خبر می‌دهد اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. در 5 ماه سال 2020 استحصال محصولات خوراکواری 11.6% افزایش یافته است. استحصال محصولات خوراکی از حساب افزایش محصولات کنسرو شده، محصولات خنادی، روغن رستنی، آرد، محصولات شیری زیاد گردیده است. حجم استحصال محصولات خوراکواری در دوره حساباتی بیش از 2.1 میلیارد تومانی خود 204.6 میلیون دلار را تشکیل داده است. همچنین واردات محصولات از قبیل روغن رستنی، خوراکواری و غیره به طور نظر است افزایش یافت. مثلا واردات محصولات خوراکواری 43% افزوده به بیش از 2.9 میلیون دلار رسیده است. تفصیل آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. خبرها را ادامه میدهیم. در تاجیکستان در بین اشخاصی که در مؤسسه‌های اصلاحی ادای جزا میکنند 41 حادثه مرگ بیماری‌های گوناگون به قید گرفته شده است. این نکته را وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان اشوریان مظفر قربان محمد در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفته است. 11 محبوس در مؤسسه‌های اصلاحی تاجیکستان ادای جزا میکنند که از اول سال روان از بیماری پنیومونیا یا خود شش طرفه فوت کردند. در مجموع در نیم سال اول سال جاری 41 نفر در نتیجه بیماری وفات کردند که 11 نفر آنها گرفتار شش شدید نفس هستند. می‌نویسد سپوتنیک تاجیکستان از قول وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان. از تاجیکستان به ازبکستان همسایه می‌رویم. وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان دستورالعمل موقتی کلینیکی داروخانه بیماران سبک کووید 19 در خانه را تصدیق کرده است. حجت از جانب پالاتای ملی سلامتی اینوواسیونی در اساس توصیه‌های سازمان عمومی جهانی تندرستی تهیه شده است. می‌نویسد گزیده نقطه اوز.
از 5 ایول سال جاری در ازبکستان با بیماران دارای شکل سبک کرونا ویروس نوع کووید 19 که در آنها بیماری بدون نشانه‌های کلینیکی دیده می‌شوند در خانه با توصیه‌های دکتران با رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی و شرایط ضروری و طبابت فرا گرفته می‌شوند. نظر نیز به منطقه میکنیم. ستاد مبارزه با کرونا ویروس به حکومت مجارستان توصیه داده است که روسیه را به روی خط کشورهای وارد کند که از 15 ایول شهروندانش میتوانند به مجارستان وارد شوند. در این باره روز دوشنبه سامانه رسمی حکومت مجارستان با استناد به رهبر دستگاه سروزیر مجارستان گرگ گویاست مینویسد. گفته و قاعده‌های نوی ورود به مجارستان از نیمه شب 15 ایول به کار شروع می‌کنند. مقامات این کشور مطابق سطح اپیدمیولوژی دولت‌ها را به 3 قسمت جدا کردند: سرخ، زرد و سبز. بر روی خط سرخ کشورهای آلبانیا، بوسنیا و هرزگوین، مکدونیای شمالی، کاسوو و بلاروس، چرنگوریا، اوکراین، بعضی کشورهای آسیا داخلند. روسیه، بریتانیای کبیر، ایالات متحده آمریکا و چین در خط زرد قرار دارند. شهروندان مجارستان که از کشورهای سطح زرد و سرخ برمیگردند باید در سرحد از معاینه طبی حتمی گذرند و استثنای آدمایی که با آنها سنجش منفی کرونا ویروس حجت ضروری در خود دارند. شهروندان دیگر کشورهایی که در مجارستان استقامت دائمی ندارند ورود آنها از کشورهای سطح سرخ منع کرده می شود. شهروندان خارجی هنگام وارد شدن به کشور با سطح زرد باید از معاینه طبی گذرند. آنها به مجارستان وارد شدن نمی توانند. بعد از این اگر شبهه سرایت وجود داشته باشد شهروندان خارجی باید 14 روز قرنطینه حتمی را پس سر کنند. قبلا مقامات روسپاتربنادزور با وزارت نقلیات و اگنتی فدرالی نقلیات هوایی فدراسیون روسیه روی خط 13 کشور را فرستاد که روسیه نیز در مرحله اول پروازها را دوباره به این کشورها میتواند آغاز کند. از مجارستان به چین می رویم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری مردم چین خوا چون یونی گفت که چین به سناتوران کنگره آمریکایی در پاسخ به چهارراه ایالات متحده آمریکا علیه منصبداران ولایت مختار شینجیانگ اویغور جمهوری مردم چین تحریمات جاری می‌کند. قبلا اداره نظارت دارایی‌های خارجی آمریکا علیه شعبه امنیت جمعیتی ناحیه مختار شینجیانگ اویغور چین برای ویران کردن حقوق انسان تحریمات جاری کرده بود. این تحریم‌ها بر اساس قانون گلوبالی ماگنیتسکی ایالات متحده آمریکا جاری کرده می شود که عملی شدن یک قطار محدودیت‌ها را در رابطه با نقض حقوق انسان در نظر دارد. در پاسخ به این عملهای غیرقانونی ایالات متحده آمریکا چین امروز قرار کرده است که به کمیته کار با چین در کنگره ایالات متحده آمریکا به سفیر ایالات متحده آمریکا اوید به آزادی بین المللی دین دپارتمنت دولت ایالات متحده آمریکا سن برانکبکت سناتورها مارکو روبیو و تد کروز اینچنین کنگرسمن کریس سمیت تحریمات جاری کرده شود. گفته است خوا چون یون در بریفینگ با خبرنگاران تاکید کرده می شود که عملهای ایالات متحده دخالت دخالانه به امور داخلی چین و ویران کردن پرینسیپ‌های بنیادی مناسبت‌های بین المللی می باشند. در کشتی امریکایی بونون ریچارد که در پایگاه نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا در شهر سان دیگو کالیفرنیا جایگیر است ترکش رخ داده و بعداً ساختار به عمل آمد. در باره 17 ملاحان آسیب دیده و 4 غیر نظامی گزارش داده می شود. رسانه‌های غربی می نویسند که خدمات آتش نشانی و نظامی در جای حادثه کار می برند. گفته می شود که هنگام رخ دادن حادثه کشتی در تعمیر بوده است. همچنان در کشتی 160 ملاحان قرار داشتند که وضع سلامتی آنها در حال حاضر خوب گفته می شود. شما مستقیما نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را روی موج رادیو موجی شنیدید. سلامت باشید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارد.